فرصت‌ها تکرار نمی‌شوند. بروکر آرام گروپس اولین قدم برای سرمایه‌گذاری. سلام عشقا، حالتون چطوره؟ هم حسین هستم، اومدیم با یه ویدیو دیگه. بچه‌ها تو این ویدیو قرار هستش یک پروژه موو تو ارن رو خدمتتون معرفی کنم و بهتون بگم که یکی از پروژه‌هایی که میتونید ازش کسب درآمد کنین پروژه‌های موو تو ارن هست. ما داخل کانالمون 35 تا بازی بلاکچین رو معرفی کردیم که همگی پروژه‌های پلی تو ارن بودن. امروز قرار هستش یک پروژه متفاوت رو خدمتتون معرفی کنم. اگه دوست دارین بدونی که این پروژه چجوریه و چطوری میتونید ازش کسب درآمد کنین، همین الان کانال منو سابسکرایب کنید و بعدش بریم سراغ ویدیوی امروزمون. مرسی که این کارو انجام دادید. برو بریم سراغ ویدیو. خب بچه‌ها، اسم پروژه استپ ان هستش که این نمای اصلی سایتشون هم stepn.com. این پروژه بچه‌ها از اواخر سال 2021 شروع به کار کرده و در همون ابتدا به 74,000 کاربر رسید. یعنی 74,000 نفر اومدن این پروژه رو بررسی کردن، حالا ورود کردن. اینها کاری با این قضیهش نداریم. نسخه بتا هم تازه داده. تو نسخه بتا 74,000 تا کاربر این بازی رو شروع کردن. همین ابتدای کار بچه‌ها من نمای سایت رو بهتون یک سری توضیحات بدم و بعد بریم در ادامه ببینیم که این پروژه به چه شکل هستش و چیکار باید بکنیم که اصلا بتونیم تو این پروژه وارد بشیم یا بتونیم از این بازی کسب درآمد کنیم. خب اول از همه بچه هدف این پروژه رو بهتون بگم که به گفته خودشون هدف این پروژه این بوده که مردم رو به سمت یک زندگی سالمتر تشویق کنن و مردم بتونن با زندگی سالمی که انجام میدن یک کسب درآمدی هم در کنارش داشته باشن. یه همچین شعاری داره و هدفشون یا میشنشون این هستش که یه همچین کاری رو انجام بدن و تا الان این کار رو به نحو احسن انجام دادن. برای دانلود برنامه بچه‌ها برای گوشیتون روی این گزینه که بزنید میاد گوگل پلی و اپ استور. لوگوی شکلش اینجوریه، حالا عکس اون لوگوش هم بدین شکل هست. اگه خواستین خودتون سرچ کنین استپ ان داخل گوگل پلیتون، حالا اینستال برای من اینستال رو گوشیم به پی سی وصله اوکیه و اینستال رو بهم نشون میده. کاری باش نداریم و بریم نمای سایت رو توضیحاتی بهتون بدیم و بعد بریم سراغ اینکه خود بازی به چه شکل انجام میشه. اینجا گفته که بازیکنان میتونن با دویدن، راه رفتن در فضای باز کسب درآمد کنن و گفته که استپ ان یکی از لایف استایل های وب تیری هستش و میتونید هم راه برید و هم کسب درآمد کنید. بچه‌ها این بازی‌های موو تو ارن هست، پلی تو ارن نیست. پروژه های موو تو ارن نمیشه گفت به این بازی. پروژه های موو تو ارن هست، یعنی شما تکون بخور تا کسب درآمد کنی. اونا که بازی‌ها که انجام میدادیم پلی تو ارن بود، یعنی بازی کن تا کسب درآمد کنی. اینا پروژه موو تو ارن. بچه‌ها برای اینکه به سایت هم دسترسی داشته باشین گفتم stepn.com میزنید و اینکه میتونید بیاین داخل سایت، اینجا استپ ان رو بزنید و این توکن GMT میاد بچه‌ها. توکن GMT که اینجا برای شما نمایش داده میشه توکن اصلی بازی هستش. دو تا توکن داره بچه‌ها بازی که اون یکی رو بهتون میگم. یکیش به صورت روزانه به شما تعلق میگیره، فکر کنم همین GMT باشه، حالا در ادامه بهش میرسیم. و اینجا سایتشون هست بچه‌ها استپ ان. خیلیتون الان براتون سوال میشه که درآمد چقدره، چجوری میتونیم از این بازی درآمد کسب کنیم. بچه‌ها حداقل درآمدی که برای این بازی در نظر گرفته شده 5 تا از این توکنه. یعنی شما از این توکن که حالا قبلا قیمت‌های خیلی متفاوت‌تری داشته، من نگاه کردم برای یک ماه پیششو بچه‌ها زیر 1 سنت بوده یک ماه پیش. می‌بینید شما زیر $1 بوده، 30 سنت، 80 سنت، 90 سنت، بعد دیگه اومده روی $1 و اینجا تا $3 هم حتی رفته. یه پیش بینی هایی بچه داخل دیسکورد شده و یک سری ویدیوهای من داخل دیسکورد ازشون دیدم که پیش بینی کردن این توکن تا $10 هم بالا میره تو ماه آوریل، تو همین ماهی که هستیم. این پیش بینی رو نمیدونم دیگه حالا کی گفته و اینا، ولی من یه $10 ازش دیدم. بعد فکر کن بچه‌ها کمترین درآمدی که این بازی به شما میده 5 تا دونه از این توکن هست، یعنی 5 دو تا 10 تا $10. الان دلار 28,000 تومانه، یعنی روزی 280,000 تومان اگه بخواد به شما کمترین مقدار درآمد رو این توکن به شما بده. خب حالا در ادامه بهش میرسیم. یه توکن دیگه هم بچه‌ها دارن به اسم اسمش یادم رفته، CMT بود. نه حالا تو ادامه بهش میرسیم بچه‌ها. 2 تا توکن داشت، اینا گیرین ساتوشی
توکن بچه‌ها. اینم توکنشون $5. اینم جزو اصلا عکس کتونی هم روشه، خودتون هم نگاه کنید عکس کتونی روشه. اینم جوایز بازی هستش که در ادامه بهش میرسیم که این توکن رو چجوری شما دریافت میکنید. این توکن هم توی 1 ماه اخیر روی $3.5 بوده که الان روی حالا $5 هستش، تا 6 تا $5 هم بله رفته بالا و الان همچنان روی $5. کاری باش نداریم. از اینجا میتونیم به سایت دسترسی داشته باشیم. پس بچه‌ها یه دونه GST بود، یه دونه GMT، دو تا دونه توکن داره که هر کدوم از این توکن ها بهتون میگم که به چه شکل هست، به صورت جوایز به شما داده میشه. اینجا یک داستانی رو آورده بچه‌ها. همونطور که میدونید این پروژه خیلیاتون به من گفته بودین که این پروژه رو بسازم، تو اینستاگرام خیلی پیام داده بودین که این پروژه رو من بسازم و در موردش توضیح بدم. بچه‌ها تو این پروژه شما باید یک کتونی بگیرید، خب، و میتونید به صورت رایگان بازی کنید و اگه از بازی خوشتون اومد بعد برید کتونی بخرید، ولی بدون کتونی کسب درآمد از این بازی فعلا نمیتونید بکنید. ممکنه یک ایونتی، یک رویدادی در آینده بیاد و بگه کسایی که مثلا پلیر این بازی هستن از تاریخ فلان تا فلان میتونن بیان توی این ایونت شرکت کنن و کسب درآمد کنن و حالا مثلا چیزای دیگه یا مثلا کتونی هدیه بگیرن و اینها. ولی اگه شما کتونی خریدی خیلی راحت میتونی کسب درآمد کنی از راه رفتن، دویدن و قدم زدن توی فضای باز، چون با GPS کار میکنه بچه‌ها این قضیه. توضیح دیگه هم که حالا اینجا مثلا الان کل دیستنس، اون فاصله‌ای که کل کاربرا دارن بر حسب مایل هم هستش، الان 5,837,741,000 مایل راه رفتن پلیرهای این بازی، پلیرهای این پروژه. حالا کربن و دیگر چیزهایی که حالا می‌بینید، کالریایی که سوزانده شده و خود بازی هم بهتون میگه چقدر کالری سوزوندین. یه فضای خیلی باحالی داره. بچه‌ها دیسکوردشون حتما جوین بدین و تلگرامشون هم حتما جوین بدید. توییتر رو توصیه نمی‌کنم، دیسکورد تلگرام حتما جوین بدید. در مورد رودمپ بازی یک توضیحاتی داده که تو ماه آگوست گفتم بهتون پروژه موو تو ارن تازه متولد شد و اومدن اینا داستانش رو پیاده کنن و توی ماه دسامبر یه نسخه پابلیک بتا، یعنی کلاس بتا که هیچی برای تست بود، و نسخه پابلیک رو توی ماه دسامبر سال 2021 اومدن اینا لانچ کردن و پروژه میگم 74,000 تا کاربر در همون ابتدا گرفت. یعنی خیلی منتظر بودن که این پروژه استارت بشه. خب الان داخل بازیشون من اونجوری که از ویدیوهای افراد خارجی، افراد یوتیوبر خارجی نگاه کردم، افرادی که برای کشور دیگه بودن، دیدم که این قسمت ها بچه‌ها اضافه شده. یعنی داخل مارکت پلیسشون، داخل خود بازی، داخل خود اپ مارکت پلیس اضافه شده و میتونن از اونجا کتونی خریداری کنن. حالا بچه‌ها کتونی این سری قابلیت‌ها داره، یکی انرژی داره، یکی نمیدونم فلان داره. اینا رو هم بهتون در ادامه توضیحات ریزی میدیم. خب ادوایزراشون و تیمشون رو توضیح داده و حالا چیزای دیگه که هستش. بچه‌ها دو تا توکن دارن، یه توکنشون رو شبکه سولانا، یه توکنشون رو شبکه بایننس اسمارت چینه. خب اینو حواستون باشه که دو تا توکنشون متفاوت هست شبکه‌اش. دانلودی که بهتون گفتم اینجا حالا روی این نقطه میزنیم، هاو تو پلی رو بهتون بگم به چه شکل هستش. بچه‌ها ببینید اینجا گفته که اگه شما از فلان مقدار تا فلان مقدار میتونی در روز راه بری 1 کیلومتر تا 6 کیلومتر، خب از این کتونی استفاده کن. اگه 4 تا 10 کیلومتر در روز راه میری از این کتونی، اگه 8 تا 20 کیلومتر در روز راه میری از این. خب حالا اینجا اومده یه چیزی گفته در روز، مثلا گفته شما یه دونه انرژی داره این کتونی، یه دونه انرژی داره، این یه دونه انرژی شما 4 تا از این توکن به شما میده. بچه این توکن چند دلار بود؟ $5. 4 5 تا 20 تا 20 ضرب در 37,000 تومان بخوایم 27,000 تومان بخوایم حساب کنیم، یه چیزی هولوش 540,000 تومان مثلا. حالا میگیم 500,000 تومان. 500,000 تومان مثلا از این یه دونه کتونی شما در روز میتونین کسب درآمد کنی. حالا این قضیه تا وقتی که توی بازی نریم و تو بازی نبینیم من نمیتونم تاییدش کنم. این چیزیه که سایت گفته. باید بریم تو بازی و ببینیم تو بازی به چه شکل هستش. خب حالا اینجا گفته که میتونی فیلتر کنی، بعد بذار زوم کنم که قشنگ اینجا معلوم بشه. میتونی فیلتر کنی اون آیتمایی که داخل سایت هست، کتونیایی که داخل سایت هست و یکی از بهتریناشو بخری. همونطور که میبینید قیمتاش هم اینجا هست. مثلا حالا 20 سول زده، 20 سول مثلا یعنی $2,000، یعنی 50 میلیون تومان پول کتونیه.
بعد اینجا 4 سول زده. میگم قیمت های متفاوتی بچه ها داره کتونیا و اگه بخواین کسب درآمد کنید باید یک هزینه رو بابت کتونی بپردازید. خب بریم پایینتر. اینجا در مورد توضیحات کتونی توضیح داده. در مورد آیتم هایی که به کتونی شما وصله. حالا اینجا مثلا زده، اینجا گفته میتونید مثلا صفات کتونیتون رو اینکریز کنید، افزایش بدید. حالا نمیدونیم دقیقاً چی هستش تا تو بازی نریم. بعد اینجا کوالیتی رو زده که کتونی شما اپیک لژند و چیه، لول شما رو زده. بچه‌ها یه نکته بهتون بگم، یکی از توکن‌ها رو تا وقتی که لولتون 30 نشده نمیتونید دریافت کنید و اون یکی مدل رو میتونید توی هر لولی که خواستید دریافت کنید. یکی از توکن‌ها فکر کنم توی ادامه بهش برسیم. اینها اینجا گفته بچه‌ها، اینها GMT، توکن GMT، این توکن اون توکنی که اونور بود $2. اون $2 رو شما باید حتما لولتون به 30 بشه تا بتونید دریافتش کنید و توکن اصلی بازی که به صورت هدیه دریافت کنید گرین ساتوشی توکنه، یعنی این توکن $5. خب اینجا شانستون رو گفته که حالا مثلا برای دریافت میستری باکس و چیزایی که حالا هست و همچنین بچه‌ها یک توکن سوزی خیلی ریزی هم تو بازی راه افتاده، فکر کنم تو ادامه بهش برسیم. اینجا گفته که اون یه سری آیتم هایی که به شما میده، مثلا میستری باکس هایی که به شما میده، مثلا داری شما بیرون راه میری یهو میبینی یه دونه جعبه است، میری رو اون جعبه وای میسی و اون جعبه برای شما میشه. یه همچین چیزی که من خودم شنیدم و اون جعبه رو شما باز میکنی، حالا داخلش ممکنه کتونی باشه، ممکنه آیتم باشه. اینها بچه‌ها کتونیاتون چجوری بگم، شما که یک کتونی داشته باشید میتونید انگار یه کتونی هم مینت کنید داخل بازی. حالا اینم باید تو بازی بهش برسیم ببینیم به چه شکل هستش که مینت کردن کتونی چیه و اون کتونی شما دوباره میتونید بذاری برای فروش یا اینکه اصلا نفروشی و خودت 2 کتونی استفاده کنی. حالا اونش هم نمیدونم بشه یا نه، کاری باش نداریم، اینا بعداً حتما باید بهش برسیم. اینم توضیحات خاصی رو نگفته. اینجا مثلا به کیلومتر زده شما چقدر راه رفتین و مقداری که هدیه گرفتین. بچه‌ها این تبلیغات خیلی توجه نکنید، مثلا 1 کیلومتر شما نرفتید نمیاد 8 تا دونه از این توکن رو بده، 8 5 تا 40 تا، یعنی $40 مثلا $40 هم میشه 1 میلیون دیگه، درسته حدودی بخوایم بگیم. هیچ وقت مثلا همچین چیزی نمیاد انقدر زیاد به شما بده. بچه‌ها گول تبلیغات رو نخورید، قطعا این مقدارش کمتره شما 1 کیلومتر پیاده روی کرده باشین. اینجا که حالا مثلا زده شما از کجا شروع کردی پیاده روی کردی و اینجا به پایان رسیده، تو 10 دقیقه مثلا شما 4 کیلومتر رفتی و 21 از این توکن گرفتی، یعنی $100 شما در 10 دقیقه به دست آوردی. که میگم این بچه‌ها عکسایی که هستش بیشتر تبلیغات، گول تبلیغات رو خیلی نخورید تا خودتون از این بازی کسب درآمد نکردین نمیتونین بگین که به چه شکلی است. برن GST بچه‌ها توکن سوزیشون هم اومده یه سری توضیحاتی در موردش داده و گفته که با لول آپ کردن و همچنین مینت کردن کتونی‌های جدید شما میتونید این توکن رو بسوزونید یا اینکه اصلا سوابش کنید به USDC داخل اون صرافی که از این توکن پشتیبانی میکنه و حالا USDC دیگه خودش یک استیبل کوینه و شما میتونید به راحتی اون رو تبدیل به درآمد کنید. این هم که در مورد این توضیحاتی داده شده. ببینید اینجا عکساش هم هست که حالا اینجا کتونی و اینجا کتونی که شما مینت میکنی. اینجا هم که باز گفته میتونید حالا ترید کنید یا سوابش کنید به USDC. برای دانلود هم که بهتون گفتم به چه شکلی، برگردیم دوباره به بالای سایت روی این 3 نقطه بزنیم و وایت پیپر خیلی مفصله بچه‌ها، نمیخوام وایت پیپر خیلی سرتون رو درد بیارم و برای لایت پیپر میریم که ایشالله داشته باشیم. ببینیم لایت پیپرشون که چکیده از وایت پیپر هست چه توضیحاتی به ما داده. خب اینجا گفته که استپن یک پروژه‌ای هستش که میتونن داخل فضای باز راه برن، قدم بزنن و بدون و کسب درآمد کنن و اون کتونی‌هایی که دارن رو لولش رو بالا ببرن و همچنین کتونی جدید رو مینت کنن یا به دست بیارن. باز هم توضیح داده که میتونن کتونیشون رو داخل مارکت پلیس بفروشن به یوزرهای دیگه و در قبالش GGST به دست بیارن و همچنین داخل والتشون نگهداری کنن، یعنی که سوابش کنن به ارزهای دیگه. اینجا گفته حالا لول آپ، NFT جیم سوکت، این اپ تریدینگ، این کارهایی که با این داخل اسمش چیه داخل بازی میتونید شما داخل پروژه میتونید انجام بدید. بعد اینکه اینجا گفته که ما مالیات‌های خیلی کمی بابت پرداخت‌هایی که انجام میشه و کتونی‌ها که می‌خرید مینت می‌کنید و اینها
بابت اینها خیلی مالیات کمی پرداخت میکنیم. بچه یه چیزی هم اینجا من چشمم خورد بهتون بگم تا قبل اینکه بهش برسیم، امکان رنت کردن یا اجاره کردن کتونی قرار هستش در آینده اضافه بشه. به طور مثال شما یک کتونی رو یک روزه اجاره میکنی و یک درآمدی از اون به دست میاری. حالا برای اجاره کردن باید حتما از یه نفر اجاره کنید و یک مقدار پول هم به اون طرف بدین. حالا در ادامه قرار هستش که رنت کردن عرضه بشه و شما بتونید با اجاره کردن کتونی کسب درآمد کنید. نیاز نباشه بخرید که مبلغ بالایی رو بپردازید. باز هم اینجا گفته که همه میتونن از این پروژه استفاده کنن و برای یک زندگی سالمتر تلاش کنن. اینجا اومده گفته که کسایی که حالا مبلغ اون NFT رو ندارن و اون دارایی NFT رو خرید نمیتونن بکنن، در آینده میتونن اون رو رنت کنن و کسب درآمد کنن. این قسمت هم گفته که اول یاد بگیرین و بعد کسب درآمد کنین. میشنشون هم بچه بهتون گفتم که برای تغییر زندگی و کش دادن هل دادن مردم به سمت یک زندگی سالمتر هستش هدف این پروژه. خب در مورد توکن های باز بچه که دو تا توکن هست، GMT و GST. اینجا توکن هایی که یه توضیح ریزی داده که گفته شما یه دونه کتونی میخری و با این کتونی دو نوع توکن به دست میاری، توکن $2 و $5. حالا گفته GMT توکن از لول C برای شما قابل دریافته. GMT کدوم توکن بود؟ این توکن زرد رنگ، یعنی توکنی که $2 بود. یعنی شما با این توکن $5 کار میکنی، یعنی بازی میکنی، از این توکن های $5 به شما میده. خب و این قسمت هم حالا گفته که وقتی که توکن رنت کنی 30% به کسی که اجاره میکنه و 70% به کسی که اون توکن رو اون کتونی رو داره. مثلا من یک کتونی میخرم بعد اجاره میدمش، خب و این فردی که میره باش کسب درآمد میکنه و این توکن رو به دست میاره به طور مثال $100 میگیره. این $100 70%ش $70 برای منه که اجاره دادم، $30 برای کسی که رفته دویده با اون کتونی یا راه رفته و حالا دیگر چیزها. بعد گفته میتونید که این دوتا رو داخل والتتون سواب کنید حالا به USDC و اون رو به فروش برسونید. حالا توکن درنینگ هم توضیح داده بچه‌ها، گفته توکن سوزی چجوری انجام میشه که این پروژه سرحال و قبراق میمونه یا نه. اسنیکر ریپیر یعنی کتونیاتون رو شما میتونید ریپیر کنید. اسنیکر سوکت آنلاکینگ میتونید سوکت های کتونیتون رو باز کنید، آنلاک کنید. لول اپ کردنتون و همچنین سرعت دادن به میستری باکس ها. یه سری باکس هایی هستش که به شما میده بخواید باز کنید، مثلا یه روز باکس طول میکشه، میتونید از این توکن خرج کنید و اون باکس زودتر باز بشه. بعد کاستومایزیشن فی، این برای کارمزد استفاده میشه. این توکن GMT اگه اشتباه نکنم که $2 هم بود. بعد اینجا باز گفته که لول اپ کردن و همچنین مینت کردن و همچنین آپگرید کردن جم هاتون داخل بازی از جفت این توکن ها استفاده میشه. پس بچه ها توکن سوزی به همین شکل ها اتفاق میفته. اینکه کتونیتون رو بخواین مثلا ریپیرش کنه، بعد یه مدت فکر کنم کتونیتون نیاز داشته باشه که مثلا ریپیر بشه. ریپیر کردن یعنی بچه ها درست کردن، فیکس کردن. فیکس هم که باز خارجیه. ریپر یعنی تعمیرات دیگه، تعمیر کردن کتونیتون. احتمالاً بعد یه مدت کتونیتون تعمیر بخواد. اینجا هم که حالا توکنشون اومده باز گفته که درصد قابل توجهی برای موو تو ارن هستش. خودتون میبینید قسمت آبی رنگ برای موو تو ارن هست و رودمپشون هم که یک توضیح کوتاهی دادیم بهتون. الان ماه آوریل هستیم، قرار هستش اتفاقات خیلی جذاب و باحالی بیفته. فکر نمی کنم اینم توضیحات دیگه ای داشته باشه. بچه‌ها لینک تری هم تمامی لینک هاشون رو گذاشته که از این قسمت میتونید به تلگرام و همچنین دیسکوردشون دسترسی داشته باشین. این دوتا رو حتما جوین بشین که بهتون میگم. خب بچه‌ها بازی یک حرکت خوبی که اومده زده. من حالا وایت پیپرم بهش نمیپردازم که وقت گرفته نشه. چکیده‌شو بهتون گفتم که چکیده‌ای اصلا این پروژه چی هستش و چه اتفاقایی داخل این پروژه قرار هستش بیفته. چکیده‌اش همون لایت پیپرش بود که بهتون گفتم. حالا اینجا توضیح خاصی نداره. مثلا اینجا اومده گفته رنت در آینده مثلا اضافه میشه و اینها. کاری با این قضايا نداریم. این سفر رو میبندیم. بچه‌ها لینک تری برای من باز نمیکنه. خب وی پی ان هم خاموشه. با وی پی ان میتونید وصل شین و اون لینک هایی که برای جوین دادن هست تلگرام، دیسکورد، توییتر اینا رو از اونجا جوین بدید. ولی میگم تلگرام و دیسکورد رو حتما جوین بدید. چرا؟
پروژه اومده یه کاری کرده که همیشه این پروژه سر حال و قبراق و سالم و شاد و اینا بمونه. یعنی چی؟ یعنی که پروژه زمین نخوره، افت نکنه، نمیدونم یهو مثلا یک نفر میاد یه ویدیویی میذاره مثل من. خب مثلا من الان اگه این ویدیوم در عرض یک روز 1000 تا بازدید بگیره، از این 1000 تا کم کم 200 نفر از دوستان وارد این پروژه میشن، اپ این پروژه رو نصب میکنن و میان مثلا به چه شکل هستش. کم کمش رو دارم میگم. بچه‌ها این پروژه اومده این کار رو انجام داده که این قوت و قوای این پروژه همچنان باقی بمونه. اومده گفته من 2000 نفر رو در روز میتونم وارد پروژه‌ام بکنم. یعنی چی؟ یعنی اینکه فقط در روز 2000 نفر میتونن این اپ رو نصب کنن و بهشون یک سری کدهای اکتیو، یه اکتیویشن کد هست بچه‌ها که این کد رو شما نداشته باشید نمیتونید اصلا وارد این اپ بشید و ببینید اصلا بازی چجوریه. چجوری حالا این کد رو بگیریم؟ داخل دیسکوردشون بچه‌ها یه قسمتی هست. حالا من بذارید دیسکورد رو باز کنم که خودتون هم ببینید. خب بچه‌ها دیسکوردشون رو شما وقتی جوین بدین توی قسمت اکتیویشن کد، خب توی این قسمت بهتون میگه که 1000 تا کد اکتیو برای دیسکورد در نظر گرفته شده و 1000 تا برای تلگرام. بچه‌ها به همه تقریبا میرسه. مثلا اگه یک روز شما ساعت 5:30 ظهر بیاین، چون این تایمی که به شما گفته بچه‌ها ببینید مثلا 13 UTC گفته. خب این الان باید 4.5 ساعت ما بذاریم روش ببینیم چند میشه. 4.5 ساعت بذاریم روش میشه 17 و 4 5 6 7 17 و 30، یعنی ساعت 5:30 ظهر به وقت ایران این کدها داخل دیسکورد و همچنین داخل تلگرام گذاشته میشه. میگم روزی 2000 نفر میتونن از این پروژه استفاده کنن و وارد این پروژه بشن. خب بچه‌ها به چه شکل هستش؟ شما وقتی برنامه رو نصب کردید داخل گوشیتون، خوب گوش کنید این قضیه رو. وقتی برنامه رو داخل گوشیتون نصب کردین، زمانی که برنامه نصب شد از شما یه دونه ایمیل میخواد. ایمیل رو شما وارد میکنید، پایین ایمیل یه دونه کادر گزینه سند رو میزنید، یه دونه کد به ایمیل شما میاد. ایمیل شما با اون کد تایید میشه. اون کد رو که وارد میکنید وارد یک صفحه دیگه میشه، به شما میگه اکتیویشن کد بده. خب اون وقت شما باید ساعت 5:30 به بعد که اینا کد رو میذارن بیای و این کد رو داخل بازی وارد کنی و داخل اپلیکیشن بازی بشی. در غیر این صورت شما اصلا از این پروژه نمیتونی استفاده کنید. بعضی وقتا بچه‌ها مثلا ببینید تو این ماه مارس این اتفاق افتاده. اومده مثلا یه مقداری رو در نظر گرفته، یه مقدار لیمیتی رو، یه مقدار محدودی رو در نظر گرفته و یک سری کدهایی رو برای سری کاربرا گذاشته توی این سایت. بچه‌ها چیزایی که داخل دیسکورد میذارن توی چنلاشون به صورت رسمیه دیگه باید اعتماد کنیم و مثلا حالا بزنیم و این کد اینجاست. ولی اگه کسی اومد توی پی وی تون گفت من کد دارم ولت بده فلان بده بیسار بده، اصلا توجه نکنید، چه تلگرام چه دیسکورد. اینم از این بچه‌ها. دیگه نمیدونم توضیح دیگه در مورد این کد باشه. من خودم احتمال داره که اگه کد رو امروز که الان ساعت 4:30 دارم ویدیو رو ضبط میکنم، یک چهارشنبه ساعت 4:30 دارم ویدیو رو ضبط میکنم، یک ساعت دیگه اگه بتونم حتما کد رو میگیرم و قیمت کتونی ها رو حتما ببینم به چه شکل هست و اینها. اگه میخوایم بچه‌ها یه ویدیو تکمیلی در مورد این پروژه براتون بسازم، حتما برای من کامنت کنید که بگید مثلا قسمت دوم، پارت دوم ویدیو رو بساز، چجوری کتونی بگیریم، درآمدش دقیقاً چقدره، چون درآمد حدودی بهتون گفتم. اینا رو به من بچه‌ها بگین توی دیسکورد، توی کامنت ها، اگر هم خواستین توی اینستاگرام برای من دایرکت بفرستین و بگین پارت 2 این ویدیو رو براتون بسازم. من اگه حتما امروز اکتیویشن کد رو بگیرم، احتمال داره که یک کتونی هم به طور حالا امتحانی، یه جوری کتونی که معمولی باشه و مبلغش کم باشه بخرم و ببینم که پروژه اصلا به چه شکل هست. حتما اگه خواستین، اگه دوست داشتین که پارت 2 این ویدیو رو براتون بسازم، برای من کامنت کنید. فکر نمی‌کنم توضیح دیگه مونده باشه. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه ما بودین. اگه از این ویدیو هم خوشتون اومد طبق معمول لایک کنید تا یه ویدیو دیگه و یه روز دیگه همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار همتون باشه. یا علی مدد.